بیا که بهت یاد بدم. فقط با یه مستطیل این شومیز خوشگل رو بدوزی، تو مهمونی‌ها شیک و خاص باشی. تنخورم آخر کار ببین. اول پارچمون رو از طول و بعد از عرض تا میکنیم. از قسمت بالا 8 سانتی متر داخل علامت میزنیم، 3 سانتی متر به سمت پایین برای هلال یقه پشت و 8 سانتی متر به طرف پایین برای هلال یقه جلو علامت میزنیم. از سمت چالای باز پارچه به اندازه 20 تا 25 سانتی متر داخل میشیم، علامت میزنیم، به صورت گونه‌ای یه خطی رو بالا میریم که جوری که از قسمت سرشانه 20 تا 23 سانتی مترش رو ندوزیم برای قسمتی که دستمون خارج بشه. اول هلال یقه پشت رو برش میزنیم و بعد هلال یقه جلو یه لایه از پارچه رو به سمت بالا میبریم و اونجوری برش میزنیم. بعد پارچمون رو باز میکنیم، دور تا دور کارمون رو سپیچ میکنیم یا با نوار اوریب پاک دوزیمون رو انجام میدیم. لایک و سیو یاد نشه. اینم تنخور کار.